این آموزگاری مکتب رقم 7 شهر کلاب 2 هفته قبل سیرکا نوشیده در بیمارستان بستری شده است. طبیبان 4 روز پیش سفر جلیلوف 31 ساله را از شعبه احیاگری به حجره طبابتی انتقال داده اند. او سبب دست به این کار زدنش را فشارهای زیادی رهبریت مکتب عنوان کرد. رهبریت مکتب او را در درس شکنی و به اعتنایی عیبدار میکنند. فقط گپای عموها در گوشم، دیگه یگان کس در نزدیک چشمم هم نمیتونه. فقط عموها چیکار کنم، خدا چیکار کنم. دست به همین بر سیرکا را گرفتن، این پیاله‌اش را نوشیدم. دادستان کلاب دست به این کار زدن سفر جلیلوف را تحقیق میکند. مفتشان دادستانی به او صحبت کرده اند. او پیش از قصد خودکشی نامه به والدینش گذاشته است. در آن نامه تاکید شده است که فشارهای زیاد او را به این راه آورد. آیدانه ولیوا مادر جلیلوف تقاضای تفتیش عادلانه قضیه پسرش را دارد. بچه جان، من طلب دارم که طبق قانون آدمی که یک آدم به مرگ تله کده جزاش بتن. او حاضر ایله کار کده سای ما او شمقتی 12 روزه هیچی نبودن ده 8-9 هزار قرض کردم، خرجات کردم. رهبریت مکتب ادعای آموزگار را رد میکنند. امروز دولت حکومت مرا باور کرد راهبر ماند، من از او کار طلب کردم. یگان چیزی زیاد طلب نکردم. همون معلمم همین خیلی دستگیری کردم تا جایی را که گفت من معلم دستگیری کردم، تا جایی را که دستم اومد دستگیری کردم. معلم جان گفتم کارت درست کن. فقط همین که معلم چی میخواهد که کاری کسی به من نباشد. من میخواهم به کار میویم، نمیخواهم نمیویم. مسئولان معارف شهر کلاب گفتند با آموزگار در بیمارخانه صحبت کردند ولی انتظاری خلاصه تفتیش دادستانی هستند. جلیل سفروف 4 فرزند نابالغ دارد. او در مکتب رقم 7 10 ساله سابقه کاری دارد. سومن سفرova 5 ماه پیش دیرکتوری مکتب تعیین شده است.